شعار در زندگی اگر درست شعارتون در زندگی یا گفتنو شعار در زندگی همین مرا کسی اگر دروغ بگه کجونو میبرویا اینم یا آدم در کار اومده وای باید مد وای آدم باید مد یگون سون پول بتیادا سون پول بتیا چرا آدمی به پول مون دیگه پروانه جان یا کی پول دار شدگی نزیگم چی همین اینم به پول موندگیم تلفن کردم اینم میاد 20 متر دوره ما دیدستم سلام علیکم گجوده براجانی من سازی تینجی هو اینم هو کوی بش دایم اینم 20 متر پدرنالا چیه کوی بش دایم اوخه که بلا یا بور زنگ نزنی دو بور زنگ پول نپرسن خیلی نگدا اکا با یکم بور باید پول میده با یورو همین اکا گجوده کوی بش دایم اینم کوی بش دایم اکا جان اینم یا صد پس میرسم حتما زنگ میزنم تا اکا مایل گفتم تو خوردم بیسکارم نگاه کردم کی جونارا بیست رفتم صورت نگاه کردم 9 minut 12 minut شی همه اوساگا سلام علیکم اوکی نمینا فرموده میونه شما نه وای کوبش خودت молодец گفتم هیچ خیلی ماشین بود ماشینی من گفتم نیسان یاپونسکی اتوماتیک خیلی تیز نمیاد تو سمالات گفتم دو ورتولات کلی بچرا کانترکت ما در زندگی میگم که راستی رو نبود هیچ زوال به جهان سر و اگر خشک شود باز اعصاب نگردد خیلی میمری دروغ میگه راست بگو راست گفتی سم نه میسولی گفت سرود هندو هم میخونید کم راستی در همون سفارتخانه هندوستان اصلا و یا زبان انگلیسی قطعی بسیار گپ میزنن گپشون خیلی جدا زبان هندی خیلی گپ میزنن زبان انگلیسی باید زورتر باشه که بعد برای وجوه که نیکی همین فیلمشون 90% مثلا زبان هندی خیلی گپ مثلا اگه ما رفتیم موزی همین چی مثلا ما کرومون بسیار برزمی همه یگون چی را نگاه نکرده بو برزمی همین وقت یفته رفته کم میخونیم مثلا میگن نمسته میره پیارا دوست मेरा नाम अब्दुल्ला है काच क्या زبان انگلیسی मुझे हिंदी भाषा हिंदी गाना हिंदी साहित्य बहुत नमस्ते में क्या आपका नाम क्या है मेरा नाम अब्दुल्ला है आप क्या करेंगे अभी इधर है मेरा पेशा कलाकार है कौन एक्टर مقصد ینده خودش یا خودتون چی بود انا مقصد آفرین میدونید نه وای پرسید که مثلا گفت نام چیه گفتم عبدالله تو هنرچی داری مثلا صنعتکار چیه اکتور مثلا همین خیلی ما تلفنش هم پرسیدن خیلی سلام دوستان عزیز بعد همین پاسولستای چی دم میخونیم لکسوسش میخره انا جورا پاسولستا ایدی بگیم که چی بگیم دولتی شده ها در ایدی دولتی و یا مسئولی آشخانه بخونم میشه ایدی رنگ ها داشتن ایدی همین یکی از ایده هاشون بود اونجا مثلا باید مثلا درباره هندوستان بخوندم مثلا خیلی بخونید باید هندوستان 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 تیری زمین پاک سے محرام اختر اوگی مثال باید بخونید یعنی خاکی تو مقدس است زمینی تو مقدس است تو گنگ داری دیگه داری شاعرها دیگه یعنی تو این سرزمینی بزرگی ده هندوستان این خیلی باید بخونید من چی خوندم اگه नमस्ते मेरे प्यारा दोस्तों मेरा नाम अब्दुल्ला है मैं एक कलाकार है मेरा पेशा कलाकार है मैं एक्टर है एक विद्यार्थी हूँ मैं एक स्टूडेंट हाजिर अभी आपके लिए मैं एक गाना गाऊंगा और उम्मीद की आपको पसंद ओह मां उम्मीद मैं शुरू में خوندم حالی شما رو باور دارم که معقول میشه ما چی خوندم فریاد زنم نه ما اگه سرودی خوندگیم دارم جان با اونجا اسب بور نوته زنگشون نه چرا لیلا لیلا نستمع ليلى مايا يمجنون توي نبيكي يا رنجا يا بلينون توي كاساتوي اتشي توي نفتي توي خلاص كوبيكو يفالوس توي كلينيك باخ فهمی ترجمهش کردی باخ ليلى عمر ليلى تیری گلی میں آیا تیرا مجنون تیرا چلا همین خوندم لیلا همین 400 آدم باشکو به غرض همون پاسال شیشتگه خندیدم که 400 آدم ایجاش
خیسته رقص کرده در ایدی دولتی حکومتی دی پرچم بپوسی مقصد زبانشون مثلا زبان انگلیسی حافظی نوازندگی در همون سفارتخانه می‌آموزن. ما هنرمند که هستیم فقط این چیز به خاطر یک کار ایجادی در ساحه فیلم است. باغ نه گردآوری گم کرده است یا امید سروری گم کرده است. زهر باد و شیر مادر بر کسی که زبان مادری گم کرده است. زبان مادری من همش بالای من میخوام با زبان مادری ما و یا گپ زنانو نه که ولی کارو نمیکنم نه که ما مجبوریم به خاطر فرهنگ زبان دونی جهان دونی اکا. بله سلامت باشین اکا. سلامت. ما دیگه شما دا سوال نداریم اکا. شما یه سوال داره؟ شما بوده سوال داره. ما شما دا سوال شما یگان برو برنامه شین بینه یگان چه تماشا کرده بودی؟ تماشا کرده بودیم راست تماشا کرده همین یگان دیگرگونی در این برنامه دیده سینوزی؟ راست دیگه واقعا من نمیدونم من تماشا خیلی ایسابی دیکاراتسی باشن ایسابی آدموش اون نویگری هست؟ işte سلیمان بود این سلیمان های شجاع است. کارنامه دیزاینی داشت. این رو چند شنبه که سلیمان خیلی بشه یه شجاع سلیمان تغییری افتاد. با سوالتمو سلیمان سوالتمو این شجاع است. گرد نه شجاع جونه چه جورا شجاعت را چیکار؟ شما با غیر از کسب اکتیوری هنرمندی باز با یگان کار دیگر مشغول هستید؟ نه فقط هنرمندی خیلی بچه یعنی زنم ده کم یاردم میکنم چی؟ زنم ده یاردم میکنم زن چی کلون یاردم میکنم؟ گاورا جنبونی ای بچه اوقات روبوچین خونه لباسشویی نه ما از این اون میترسیم پروفیلیش پروبلم نه مردک جنگ جنجال در کل نه ما اویلم ده مادر جونم ده همین لوبوی گپه که اوچم میگه کو عاشقی من غلام مادر و عاشقی دختر از این قصه کردی در کجا سالهای دانشجویی من من این سالها همون سالهای گفتم که 90 وقتی که من برای کورسی سمرقند نگرفتن و من دیگه دارتم اومدم با دیگه جا گرفتم یادآوری همون یادآوری همون وقتی زی خیلی نمیبینی؟ ریشکم موندگی هم وقت با مشق میکردم کم بچه که باید شکم نداشت. چی مشق میکردی نکرد؟ سپارتمن گوشتینگیر بودم من زودایی چند پیام میدونی؟ چند تا میدونم ولیم هم رو میتونم بعد وقتی اومده صنعتکار شدیم نگرفتیم دیگه من پدرم کدورامتی پدرم گوشتینگیر بود 130 کیلو بود گوشتین میگرفت بخیر که با ما هنرمند شدیم خیلی نکردیم با امر تقدیر دیگه از خانه یگان کس ورزش در مشغول است؟ خودم تمام مردم اصول دوست داشته گوشتین در شما کدومیشه؟ همین مقاپیکو میغلطونی؟ نه قبولش کمی برداره میزنی میگی من زدم نه خیلی اکای میدانی شون چه؟ حالی نمیدونه چیکو کردن ایده همسو اکای می دوای خاکا این برنامه آخری نشینه بینه آخرین برنامه شینه بینه دوست دارم به آخی سوال دارید تو آزی شما میبینیم چه دینگوی همین بیگرو دا همین من رویم باید نمیسی که کم بزنید یا 130 کیلو باشه بپرم که میره تیز میزنی آخیون تیز میزنی همین کپیدی تیز میزنی خیلی نمیگی که اینا بیز ولی مطره نگو مطره نخی میکنم میزنم احتیاط که خیلی نه با مو اصول راستی که گوشتین گرفتم بیجو اصول؟ یک سالی 11 کیلو 700 گرم میرم ایسا همین اما گرفتم همین چلیکم شکسته اینا چلیکم شکست بجاشه بچه را با مفتان میگم کنیم تو مرا نمیشناسی خطا پارتم میگم نیه چی دارم پارتم خودم رنگ سمرز شیده برام یکی وایره گفته که پو خدا زد وایره خدا زد خب اکا از این راست قصه کرد این رسم استاد قطعی در یک فیلم نقش آفریدگی بودیم استاد رجب حسین فیلمی بیهیشتی در همونجا نقش آفریدگی بودیم همون رسم وقتی که نقشی مردم رو بازی میکنم
بابی میرگم نشی مردم این در کنیم سوک کاری Akashka mikhtaned. معلومه چه خیلی پارفومه عبدالله حقیقی را دیدین؟ کپیا شایی پهلوانی سری حاضر نقشه که بازی میکنم مثال گم کی جان سالمو پروانه جان ولی یا نقش بازی میکنم تو پلنگ میگن این تو پلنگله این قدر نشتی فورنوما و سرتیفیکت ها یا مثال من تو فورمو کینسوی دولتی ترکی فیلم اومد اینجا یک وقت شدن در کینسوی دولتی ترکی فیلم سال 2016 با نامی مکتب سینماگرانی جوان اما ما و بوی مرگان باید بچه که دیگه سه مسافت رفتیم امتحان سپردیم که داخل شدیم ما هنر را دوست می‌داریم گفتیم همین کسب فیلم برداری یکم سال یا که بعد 3 سال اینجا دارو داخل شدیم اینجا دارو داخل شدیم با معلمای درس میداده که ما گفتیم جوان بودن روی فرم میکنیم که یوم بودن او سالا تجربه شون زیاد ماشینم بنزین نداره ماشین شدیدی نه بالون نداره اکلیماتور نداره با حال کریزیس همه چیز داره اکا شما یک سیکرت هم مادا بگین خب همین سیفتون یا مونده چرا Alimin zavoda. خودشون دارن سوی خیلی سیر نکنه گیریا میکنه این راست باید جوانش خیلی مایو نداشتونی خیلی نمیشه ما ارزو کردیم که چون همه اکی عبدالله هم خیلی باید باشده ایش مون نیسته من یه موقعی با چی میگه ارزو کرده Kulakian. همه جورج واشنگتن رو نمیشناسید جورج واشنگتن خیلی نرمانده میشناسی سال اینجا رو میشناسی اینجا سه هنرمنده خیلی زفرجانی ما زفر ظریفی هنرمند گروه محفلدارا ایش بنده این سال اینجا خیلی حاضر مثلا در این در کدام کجا اون در اون راستیگر اینجا نرسیگلی اون مرکز با فکرم من اخترش خونی رستم جون باید بشه رستم نور هم گفتم اونجا شاید اونجا توی فازنداش هم؟ ها خب بهترین این پول داره اسب داره زن داره این اسب هم بیزی کد یکا خیلی سو تاکیوت یه لطفه بوم مزه دیگه همین مورچه میایم خیلی نگاه میکنی سوسو نگاه میکنه در همین بسین کمون یک فیل هفتانه اوبازی داره تنوش ترکشه میدامه مورچه چخیله میونه بوره کمون فیل تو برایشی تز برو مگم تز برو فیلم دیگه یه تینجه باشه یا برو مگم میشه برو مگم تز برو Kanazayım فیل مورچه را نزنید من در وقتی کار کردن نمیزنم ولی بعد بیره برویم باید برو مگه دیگه فیلم ترکه میشه بویا عذاب بروی استا باید 5 minut 7 minut 15 16 minut میبره عدو میره مگه تینجه چی گفت داشتی خیال کردم که ترچیکی من دتنه ایتا یا لحظه که غمگین میشی یا خرسان میشی آهنگی که از دلتون صدا میتیا زمزمه میکنین کدومه بهار جان بهاره فصل باره دنیای عاشقانش چه بکرانه بهار جان بیایا چون نوری مهتاب بهار دوست میدارم نه که با زمستونم ساز نه بهار پامادگی بهار جانی مرا بردگی دخترچه کی مرا اما حالتی غمگین گفتی حالی یکی همین در خاطرم زد همین خاطر کردم ترک دوست میدونم بهار اونه که اومده بهاره من دخترچه کی من با نام بهاره اگر غیر خداوند نمیگرفت و حالی باید 36 میشید گرفتگی دخترچه مرا با نام بهاره زندگی هم هست که زندگی جای از تقدیر نصیب جای گریز نیست
خیلی برنامه شما اصلا برنامه حج و ویسه که بخشش که برنامه هر عرض و داد و چیزی که میگه آزاد است. میگه دلم رنجیده زخمی زبان ها، دلم رنجیده زخمی زبان ها، بظاهر مهربانی دیدن از نامهربان ها. پروانه جوی بخونه بکسه. پروانه ما کم کم سرایندگی میکنن. بهترین کم کم نه بسیار سرایندگی میکنن. ما و نصرالدین ما شنونده‌های بهترینه. من مثل چای میرزم چه قند میتونم. دنیا گذران کاری دنیا گذران کاری دنیا گذران. خوش پیر شویم ای یار جوان، خوش پیر شویم ای یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق بسرام، من نغمه سرای دل عاشق بسرام. گل می گذرد موسمی گل می گذرد، ما ششته و کار مازی گل می گذرد. این سال گذرد سال دیگر باز آید، تا سال دیگر عمر جوان می گذرد، تا سال دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران کار دنیا گذران. خوش پیر شویم ای یار جوان، خوش پیر شویم ای یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق بسرام، من نغمه سرای دل عاشق بسرام. غریبا را نگفته، غریبا را نگفته. غریبا یه بار دیگه برای غریبا. بیگانه غریب و ملکی بیگانه غریب، بیمارم و بیکسم نه درمان نه طبیب. کو مادر و دادر که دعای خانه، بیگانه چی داند که چی شد مرد غریب، بیگانه چی داند که چی شد مرد غریب. ما همیشه در پی فکر یار دوستای خود هستیم، هموطنای خود. خداوند هر جایی که باشن صحت سلامت باشن، خداوند نگهبانشان باشه. برای پدرکا و مادرجانای عزیز خود همیشه صحت باشن و سلامت عمرشان. فراموش نکنن که وطن، پدر، مادر، خش، تبار، یار دوستان خود بازش گیرن زنگ زنن، خود بازش گیرن خونه زنگ زنن. تجربهش کنید. سلامت باشید دوستان عزیز. شما برنامه فرهنگی فراغتی شین و بین رو تماشا دارید با مهمان امروزه برنامه ما نصرالدین اسدالله. مهمان دائمی ما نصرالدین اسدالله و مهمان عالی قدر امروزه برنامه ما عبدالله شریفов حجنگار شناخته که ماشینش الان به بنزین در بالای مست پتوس ایستاده. مهمان ما هستن. شما دهکه با شما بازی کردنه صحنه ما هم دارد آبازی تصور میکنیم در لبی بحر سیاه، در لبی بحر سیاه شیشتگی یا خستگی بحر سیاه نکشی اولی کشیدم در پیشه. در لبی بحر سیاه در روی قومی تفسان با پای لوچ عبدالله آمده ایستاده است. اون کج بیایی نکن قومی تفسان هوا گرم بحر تماشا میکنم. آفرین جایی به خود موافق را انتخاب میکنن یک تا لباس هایش رو میکشن. میکشد به سوی بحر میآید. آب را با
با پایش میسنجد که آب خنک است یا گرم. یک چند قدم عاقب مانده دویده با اصول سنتو به آب میپرد. با سوی پیش آب بازی میکنه با پشت آب بازی میکنه با درونی بحر میدراید باز شکوفتر ناگاه از پیشش کیت میبراید نهنگ حال بگو حال کیتی کرای سوزه خطانده موقع انتخاب کنید. عبدالله میگریزد کیت میسروند کیت دریاب کرده عبدالله را به دهانش میگیرد. گریف کیت خواست فرو برد اما عبدالله در قورتق کیت روس ماند. ابرد از دهانش برآورد و از پسش میسروند. درونی آب چکلی میگریزد. درونی آب راستو دویده سلام ترسیده میکنه. از کجای قهرمان سوپرمن پیدا شده؟ سوپرمن از بحر میبرد و با سوی آسمان میپرد. عبدالله رحمتکه سوپرمن میگه. رحمتکه سوپرمن. عبدالله از بلندی به زمین نگریسته دلش هوا میگیرد. عبدالله کجا میبری؟ منو کجا میبری؟ سوپرمن خاموش. اکه سوپرمن من کجا میبری؟ اکه سوپرمن من کجا میبری؟ خاموش و قریب به بلندی 200 متر میبرد. 300 متر 400 متر و از 400 متر سر میدهد بروی زمین. راست به کسی که نشسته بود آهسته میزند و خوابش میبرد. خواب میکشه. در این حالت برنده های شینوبین آهسته از ستوده برآمدن می‌روند. پس از چند لحظه ترسیده از خواب میخیزد. میبیند که کسی در استودیو نیست و برنامه شینوبین را جمع بست میکند. پروانه اومد؟ نصرالدین اومد؟ کجا رفتنی؟ نصرالدین جگریختو کجا رفتنی؟ تماشا بینان عزیز اینک برنامه شینوبین باقی رزید. شینوبین